سلام عزیزان، روز و شبتون خوش. به شیز و تاک خوش اومدید و ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. لطفاً اگر از داستان خوشتون اومد لایک کنید و برای شنیدن داستان‌های بعدی کانال رو سابسکرایب کنید. حالا بی معطلی بریم سراغ داستان. اون عفریت گفت سخت بتونی رازیم کنی فرزند آدم. گفتم بازان منتظر تا تو خطایی ازت سر بزنه و مطمئن باش کارت رو یکسره میکنه. حالا من بهت 5 بز سیاه پیشنهاد میکنم و برات قربانی میدم، به شرطی که تو بذاری ما این گنج رو استخراج کنیم. اون عفریت هیچ چاره‌ای نداشت جز اینکه قبول بکنه. ناگهان دیدم هوا باز دگرگون شد و بوی خاکستر و خاک تو هوا پیچید. فهمیدم که این بازان هست و داره به اون جن اعلام حضور میکنه. اون عفریت گفت باشه، قبوله، اما تا 1 هفته برای کشتن بزها بیشتر مهلت نداری. گفتم باشه قبوله. خیلی عالی شد، چون فکر میکردم به بز راضی نشه و کار به شتر و گاو برسه که بازان کار خودش رو کرده بود و اون جن معامله رو پذیرفته بود و حالا نوبت استخراج اون دفینه بود. بچه ها خیلی سریع شروع به کندن کردن و حدود 3 متر کندیم تا به یه دریچه رسیدیم. من از اون سوراخ رفتم داخل. یه اتاق بود 3 متر در 3 متر. به محض اینکه وارد شدم دوباره زمزمه ها تو گوشم پیچید و یه لحظه انقدر صدا زیاد شد که مجبور شدم دستم رو بذارم رو گوشم و بشینم روی زمین. برای حدوداً 30 ثانیه به همین حالت نشستم تا صدا قطع شد و وقتی زمزمه ها قطع شد به آرومی دستم رو از روی گوشم برداشتم و انقدر فشار روم زیاد بود که تو همون لحظه خیس عرق شدم. کمی که چشمام به تاریکی عادت کرد و تونستم داخل اتاق واضح ببینم 4 تا کوزه کوچیک کنار دیوار دیدم و دیگه هیچی نبود، یه 4 دیواری خالی. چشمم به کف اتاق خورد و دریچه‌ای دیدم. صدای وثار رو تو گوشم شنیدم که گفت این دریچه یه تله هست برای کسایی که فکر کنن اینجا باز هم طلا هست و باز کردن اون دریچه همانو ریزش خاک و سنگ تو اتاق همان. من با توجه به حرفهای وثار دیگه دنبال چیزی نگشتم و کوزه ها رو از دریچه دادم بیرون و خودم هم با کمک بچه ها از اون اتاقک خارج شدم. هوا تاریک بود و بعد از جمع کردن وسایل راه افتادیم سمت خوزستان. کوزه ها رو تو صندوق عقب جاسازی کرده بودیم و نزدیک ایزبازرسی ها اول از وثار استعلام می گرفتم و اگر امن بود رد می شدیم تا اینکه به خونه رسیدیم و من شبونه رفتم پیش استاد و با بچه ها کوزه ها رو که هنوز حتی درشم باز نکرده بودیم جلوی شیخ گذاشتیم و شیخ ساجد دستور داد یه سینی بزرگ و تیشه بیارن و از من خواست تو سینی اون کوزه ها رو بشکونم و من کوزه اول رو شکوندم و پر از سکه طلا بود و کوزه دوم و سوم هم همینطور. بعد استاد گفت حالا برید استراحت کنید و رو به من گفت فردا اول وقت پیش من بیا تا بگم طلاها رو کجا ببری و بفروشی. چشمی گفتم و دست استاد رو بوسیدم و رفتم به خونه خودم. من تنها زندگی می کردم و خونم کاملا رو به کارون بود و عاشق اون خونه بودم و توش به آرامش می رسیدم. فردای اون روز بعد از نماز صبح مستقیم رفتم پیش شیخ ساجد و بعد از سلام و دستبوسی ایشون به کمک شبیرو تو جاش نشست و بعد از مرخص کردن همه گفت خب یاسین چیزی شده؟ گفتم استاد چند وقتی یه صدای زمزمه و پچپچی میشنوم که منشأش معلوم نیست. موکلام هم نمیتونن بفهمن این زمزمه ها از کجاست. استاد ساجد گفت اونها نمیفهمن چون منبع این زمزمه ها کاملا انسانیه. استاد ساجد ادامه داد چند وقتیه یه جادوگر شیطانی اومده خوزستان و داره احضارات ممنوعه انجام میده و طلسمات سیاه میزنه و هر بار که میخواد با موکل شیطانیش ارتباط بگیره ما این زمزمه ها رو میشنویم، چون ذهن ما اینطوری آموزش داده شده که زمزمه های خطرناک رو حس کنه و علامت بده. گفتم استاد این جادوگر الان کجاست؟
استاد گفت نمیشه متوجه شد، ما فقط زمزمه ها رو متوجه میشیم، اما نگران نباش، به زودی مشخص میشه. استاد اون روز دیگه در مورد زمزمه ها چیزی نگفت و منم بیشتر نپرسیدم و بهم گفت که طلاها رو کجا ببرم و باید با پولش برای 3 تا از دخترای روستا جهیزیه تهیه کنم و خیلی انرژی داشتم و میخواستم زودتر خوشحالی اون بچه‌ها رو ببینم و اون روز کل روزم درگیر فروختن طلاها بودم و با 3 وانت جهیزیه به روستا برگشتم و بالاخره اشک شوق و خوشحالی رو تو چشمای اون دخترها و خانواده‌شون دیدم و بعد از جشن مختصری که تو روستا برپا شد من برگشتم خونه و به محض اینکه داشتم وارد خونه می شدم دوباره زمزمه ها تشدید شد و جوری شد که برای یک لحظه هیچی نمیشنیدم جز اون زمزمه ها. کمی سرم رو گرفتم تا دوباره حالم بهتر شد. مدتی نگذشته بود که دیدم در خونه رو میزنن و رفتم و دیدم که شبیروه و گفتم بیا چی کار داری؟ شبیرو از پشت پنجره گفت نمیام تو، بیا استاد کارت داره. گفتم تو برو، منم میام. و بعد از رفتن شبیرو کیفم رو برداشتم و عبام رو کورم انداختم و رفتم به منزل استاد ساجد. دیدم در خونه استاد شلوغ شده بود و ساعت نزدیک 9 شب بود. چند نفری رو دیدم که نمیشناختم و وارد خونه که شدم دیدم زنی تو حیاط خونه استاد روی زمین نشسته و سرشو گرفته و مدام سرشو میچرخونه و داره چیزهایی رو زیر لب زمزمه میکنه. به محض شنیدن زمزمه ها دقیقاً همون زمزمه ها رو شنیدم و مجبور شدم سرم رو بگیرم و 2 مرد هم سعی داشتن اون زن رو آرومش کنن و از زمین بلندش کنن. من سریع پیش استاد رفتم تا ببینم ایشون چی میگه. استاد شبها زود به خواب میرفت و من نگران حال ایشون بودم. بالاخره پیش ایشون رسیدم و گفت یاسین، این زن جواب سوالاتته. سعی کن درمانش کنی تا خودت هم به جواب برسی. تعظیمی کردم و از پیش استاد رفتم تو حیاط. به اون مردها گفتم که این زن رو به خونه من بیارن و از شبیرو خواستم راه رو نشونشون بده و خودم جلو را افتادم. وقتی به خونه رسیدم سریع کمی لبان آماده کردم. لبان یا کندر سفید یکی از مفیدترین و مقدسترین بخورات هست و دود آن مزاج رو آروم و فضا رو برای حضور موکلین آماده میکنه. و مقداری هم مره حاضر کردم. مره هم رزینی قهوه‌ای با بوی سنگین و تلخ هست که در آیین احضار برای تعادل میان نور و سایه به کار میره. ترکیب کندر سفید و مره نشان تلاقی باد و خاک هست، دقیقاً سازگار با ورود وثار یا بازان. بالاخره اومدن و در خونه رو زدن و من سریع رفتم و در رو باز کردم و راهنماییشون کردم داخل. 2 مرد زیر بغل اون زن رو گرفته بودن و آوردنش داخل و من به اتاقی که بخورات رو آماده کرده بودم راهنماییشون کردم و وارد شدن و اون زن به محض اینکه بوی بخورات بهش خورد کمی آروم شد و من گفتم بشونیدش وسط اتاق و بعد خودم دور اون زن مندلی رسم کردم و گفتم خب شروع کنید، از اول بگید چه اتفاقی براش افتاده. از اول که اینجوری نبوده. یکی از اون 2 مرد شروع کرد به صحبت و گفت این خانم مادر من هستن و از قدیم با عمه من مشکل داشتن و با هم دشمن بودن. حدود 2 ماه پیش عمه من سرزده اومد خونه ما و بعد ما فهمیدیم که سرزده نبوده و خود مادرم دعوتش کرد و از روز بعدش که عمه ما رفت حال مادر من بدتر شد و هر روز بدتر از دیروزش میشه و ما حدس میزنیم عمه جادویی کرده باشه یا طلسمی کرده که مادرم به این حال و روز در اومده و خودش هم که دیگه نمیتونه صحبت بکنه. البته حرف میزنه ولی خیلی به سختی. شبها راه میره و یا با چاقو به خودش آسیب میزنه. فرداش هم هیچ یادش نمیاد. ما تو روستای پایینی زندگی میکنیم و شما و شیخ ساجد رو میشناسیم و ایشون هم پدر من رو میشناسن و این بود که ما اومدیم پیش شما. وثار هم تو این فاصله هرچی که باید میدونستم رو تو ذهن من کاشته بود و گفتم عمه شما هیچ گناهی نداره و به دعوت این زن به خونه شما اومده
مادر شما برای عمتون طلسم سنگینی زده، ولی چیزی رو که باید میداده عمه شما بخوره به اشتباه خودش خورده و موکلین طلسم هم تا نکشنش ولکنش نیستن، چون از نظر اونها مادر شما خطای بزرگی انجام داده. رو به زن کردم و گفتم مادر به من نگاه کن. زن به سختی به من نگاه کرد و گفتم اینجا در امانی، هیچ کدوم از اون موجودات جرأت این که پا اینجا بذارن رو ندارن. باید به من کمک کنی تا طلسمی که زدی رو به اینجا بیارم و باطلش کنم و بعد میریم سراغ موکلین طلسم که اگه راضی نشن از سر دست بردارن میسوزونمشون. پس هیچی نیست که تو بخوای ازش بترسی. من تشت آبی رو پر از آب کردم و جلوی زن گذاشتم و گفتم خوب نگاه کن، ببین چیزی تو ظرف میبینی؟ اون زن نگاهی کرد و گفت چیزی نمیبینم. گفتم خب، و پارچه‌ای تمیز روی ظرف کشیدم و شروع کردم به دود کردن بخورات و وصال رو احضار کردم و ازش خواستم که به کمک افراد قبیلش طلسم این زن رو به ظرف بندازه. در اینجا آب حکم دریچه‌ایه که از عالم ماورا با عالم ماده ارتباط برقرار میکنه. با این کار اون جن میتونه میانبر بزنه و راحت‌تر چیزی که میخوای رو به دستت برسونه، چون امکان این که یه جن مستقیما چیزی رو به انسان بده نیست و همیشه یه واسطه لازمه. و به زن گفتم دستت رو داخل آب ببر و تکون بده و هر چی به دستت اومد بیار بیرون. و خودم هم همزمان اوراد رو زمزمه می کردم. کاری که من کردم در علم کهن به اسم استحضار ماده شناخته میشه و به نوعی از مشتقات علم لیمیا در علوم خفیه هست. خیلی از دعانویس ها هستن که اصلا این علوم رو نمیدونن، ولی با تردستی و کارهایی که از قبل هماهنگ میکنن کاری میکنن که باورپذیر بشه. ولی من تردستی نمیکردم. سرم رو بالا آوردم و دیدم 6 جن همگی به شکل وثار دور تا دور ما حلقه زدن و هر لحظه یکیشون غیب میشد و به آنی ظاهر میشد و چیزی در آب میانداخت و این کار حدود 5 بار تکرار شد که 5 ثانیه هم طول نکشید و تمام جنها محو شدن. ناگهان اون زن گفت یه چیزی اومد تو دستم. گفتم بیارش بیرون. تا 5 بار این کار تکرار شد و هر 5 بار اون زن از داخل آب چیزی بیرون می آورد و به من می داد. قفل، طنابی که موهای زیادی دورش پیچیده بود و 3 کیسه که محتویاتش از جگر گندیده گوسفند بود تا اعضای بدن گربه و سگ. تقریباً 1 ساعتی طول کشید تا طلسمات زن رو باطل کردم و به پسرش دادم و گفتم همین الان برو بندازش تو کارون. یادت باشه جای کم عمق ننداز، بنداز جایی که آب با خودش ببره. اینها اگه تو آب روون بیفته محو میشه و هیچی ازش نمیمونه. بعد رفتم سراغ اون زن و دمنوشی از گیاهی قدیمی که از قبل گذاشته بودم دم کشیده بود رو بهش دادم و کمی که خورد گفتم من معمولا این سوال رو از مراجعینم نمیپرسم، فقط دردشون رو دوا میکنم و با باقیش هم کاری ندارم، اما تو این مورد باید به من بگی پیش کی رفتی و اون دعا و طلسمات رو چه کسی بهت داد. من اون طلسمات رو باطل کردم، ولی باید شر موکلین طلسم رو هم برای همیشه از سرت باز کنم، اما قبلش میخوام بهم بگی پیش کی رفتی. اون زن نگاهی به من کرد و گفت مدتی بود که میشنیدم تو شهرمون جادوگری حرفه‌ای اومده که کارش ردخور نداره. راستش رو بخوای من فکر میکردم خواهر شوهرم برای ما طلسم زده و بدجور ازش کینه به دل داشتم. گفتم برم پیش این دعانویس، شاید مشکل ما رو حل کنه و اگه طلسمی هست باطل کنه. رفتم پیشش و بهم گفت طلسم سنگینی برات زده و کلی پول گرفت تا باطلش کنه و یه پودر سفید هم بهم داد و گفت اگه بتونی
این رو به خوردش بدی، طلسمی که زده نه تنها باطل میشه بلکه به خودش برمیگرده. خب دوستان، ادامه این داستان رو میتونید با سابسکرایب کردن کانال ببینید و بشنوید. لطفاً اگر از این داستان خوشتون اومد لایک کنید. با تشکر، خدا نگهدار.